салому алейкум тамошобинони мошинбозор тиҷе. Мана хеле ки дидесоде чанд лаҳза пеш бо иштироки пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам имомили раҳмон боғи абумахмуди Хучанди ба истифода дода шуд. Инак мо тасмим гирифтем ки як аз дохили боғ барои шумоҳо маълумот дода бошем. дӯстони азиз, дӯстон, агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман به کانال ما آبونه شدن و لایک ماندن رو فراموش نکنید. ویدیوهای ما رو پادلیست کنید تا اینکه برادرها یار دوستان از این آگاهی پیدا کنند. خیلی که دیده ایستادید خریطه باغ ابومحمودی خوجندی چنانه که در اینجا نوشته شده است. دروازه اساسی مجسمه ابومحمودی خوجندی، پلنتاری، امفی‌تئاتر، مانیتور، ایوانچه ها، فواره ها، شرجره، قطار سیاره ها، ایستگاه‌های ترانسفورماتوری، چاه عمودی، میدانچه برای بازدید کودکان، دروازه‌های احتیاطی، چراغ‌پایه‌های آرایشی، سیاره زمین، توقفگاه نقلیات هم در اینجا موجود است. من باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابومحمودی خوجندی در دایره تجلیل عید بین‌المللی نوروز از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم اماملی رحمان سنه 26 مارس سال 2020 افتتاح گردیده است. من دوستان عزیز، درآمدگاه باغ ابومحمود خوجندی در یک پهلوی باغ پلنتاری موجود است. من خیلی که دیده است در این طرف باغ هیکل ابومحمودی خوجندی بسیار با یک نمود ظاهری بسیار باطناً زیبا ساخته شده. من خیلی که دیده ایستادید همه گوشه باغ با گروه‌های زمانوی آرا داده شده است. باغ بسیار یک با نمودی زیبا ساخته شده است. هیچ خیلی که دیده ایستادید ونیم این چراغک ها در شب گریان می شوند. باز با یک نمودی ظاهری نمودی باغ را باز جلوه زیبا می بخشند. دیده ایستادید بسیار خوب. همه سیرگشت آموی یعنی در یک گوشه باغ این سیاره ها رو نصب کردن. خیلی که دیده ایستادید آفتاب، این زمین اینها هنگامی که اگر پیوست کنن هر یکی اینها درگیر آفتاب دور میزنن. در 4 طرف باغ نخی ایوانچه های زمانوی ساخته شدگی برای استراحت مهمانان، سیاحان و ساکنان شهر خوجند
عموما شهروندان تاجیکستان برای استراحت حیوانچه‌های بسیار زیبا و جالب ساخته شده. خیلی که دیده ایستادید خیلی استراحتگاه ها زیاد، مثال در داخل شته صحبت کردن جایهای فراغتی زیاد برای مهمانان و سیاحان و باشندگان شهر خوجند عموما جمهوری تاجیکستان. و این یک فواره بسیار به درجه عالی شهرچره بسیار نمودی ظاهری زیبا در یک گوشه باغ ساخته شده است که در هر ویا این شهرچره ها لک ها این لک های صنعی ساخته شده ماندگی است. این گل ها عموما یک باغ زیبای فراغتی بسیار به درجه عالی قامت افراخته است. این بسیتکه ها بسیار به درجه عالی خیلی که دیده ایستادید حیوان های صنعی در چهار طرف باغ نصب گردیده است به مانندی نه خیرس. این در یک گوشش آهو، ببر، همه نمودی حیوانچه ها در اینجا شنانده شدند. این هم از آبادی صلح و ثبات تینجی آرامی وابسته می باشد. ما بسیار خرسندیم که در تاجیکستان بهشت آسا زندگی داریم. این هم یک ناوگانی مهاجرانی که در سفرهای دیگر دولت ها می باشند. این یک ناوگانی بسیار عالی جناب برای آنها می باشد. خیلی که دیده ایستادید در همه گوشه و کنار باغ لاله ها شکفته ایستادند. من باغ بسیار با یک شکوه و شامت خاصه قامت افراخته است. اینجا یک گوشه عالمی کودکان در اینجا مثال بازی های شوق‌آور برای کودکان موجود می باشد. چنانه که تا حد امکان برای شما دوستان عزیز معلومات دادیم. باقی سربلند و خانه آباد باشد. دوستان ویدیو اگر برای شما پسند آمده باشد حتما لایک ماندن و پس کردن را فراموش نکنید. باقی سلامت و سربلند باشید.
حتما این نوار رو برای دوستان یا برادران خود بفرستید تا اینکه فهمند از این نوگانی ها باخبر باشند.